در قسمت قبلی از رسیدن به آرزو و هدف فوق‌العاده‌ام بهتون گفتم. اما الان رسیدم به یه نقطه‌ای که باید لول اپ بکنم. داستان این که چطور به این نقطه رسیدم رو این بالا براتون میذارم. حالا 1 سال گذشته از زمانی که من مغازه رو افتتاح کردم. الان سرمایه من رسیده به 60 میلیون تومان و توی منطقه خودمون فروش ما شماره یکه. علاوه بر این من اون داستان شال و روسریایی که می آوردم و میفروختم کماکن این رو دارم و حتی به رقبای خودم توی بازار دارم این محصولات رو میفروشم. چطور دارم میفروشم؟ محصولاتی که من به این دوستان میدادم دیگه تو مغازه خودم نمی آوردم، انحصاری به اون مغازه خاص میدادم. یعنی اگر من به 3 تا مغازه توی بازار من اون شال و روسری رو میدادم، نه تنها خودم نمی آوردم بلکه به رقبای اونها هم نمیدادم، یعنی مخصوص هر کدوم رو خاص خودش بهش جنس میدادم و باعث شده بود که توی اون بازار رقبای من هم بتونن کار خیلی خوب انجام بدم و مردم شهرمونم دیگه شال و روسری که خرید میکردن میومدن از همونجا دیگه نمیرفتن مشهد، چون کیفیت خیلی خوبی توی بازار ما داشتیم ارائه میدادیم. خب این ایده برای من ایجاد کرد که خب حالا من بیام اینو گسترشش بدم، یعنی بیام تو بحث پوشاک هم این کار رو انجام بدم و بیام به مغازه های دیگه جنس بدم. مشهد معمولا مغازه ها از یک منطقه به نام 17 شهریور میرن جنس میارن، در واقع کلی فروش های مشهد تو 17 شهریور. با خودم گفتم خب چرا من نیام به حتی این بنکدارا جنس بدم، نه تنها مغازه دار بلکه باید من به بنکدار جنس بدم. این ایده اومد توی ذهنم و این باعث شد که من بیام یه لول اپ دیگه انجام بدم. در نتیجه دوباره نشستم پشت فرمون، گازشو گرفتم رفتم سمت تهران، بازار حمامچال و اونجا پارچه میفروختم. رفتم اونجا و توپای پارچه ریون، جنس پارچه ریون رفتم خرید کردم چند تا تاقه های کره اون موقع مد بود و انداختم تو ماشین و اومدم سمت مشهد. قبل از اینکه بخوام حرکت کنم سمت تهران چند تا خانم خیاط رو دیده بودم که کار خیاطی انجام میدادن، با اینا صحبت کرده بودم و 2 3 تا گروه رو انتخاب کرده بودم برای اینکه به اینها پارچه بدم و طرح لباس بدم و ازشون تحویل بگیرم. وقتی که برگشتم به هر کدوم اینا چند تا نمونه دادم. یه خانومی بود که چند تا به اصطلاح تاقه بهش دادم که ایشون بره شروع کنه کارشو، که حالا یک سری چالش اتفاق افتاده و حالا ایشون با همسرش یه سری مشکلات داشت. یه روز به من زنگ زد گفت یا پارچه‌اتو بردار بده و اینا همش آتیش میزنیم. یه چالش خیلی بزرگی بود. یا کلی استرس ما رفتیم تاقا رو برداشتیم آوردیم و یه گروه دیگه از خانوما که 2 تا خواهر بودن و کارگاه تولید داشتن ما اینا رو تحویلشون دادیم و یک انگیزه، یک امید و یک حال خوبی برای اینا اتفاق افتاد و یک امیدی توی خانوادهشون ایجاد شد. این دوستان بردن این پارچه ها رو، ما طرح‌ها رو بهشون دادیم و شروع کردیم به تولید لباس. چیزی نگذشت که 100 تا 200 تا دیگه تولید میشد، لباسایی که ما طرح و حالا سفارشش و اینها رو دادیم. شهرهای حالا کوچیک اطراف خودمون رو دیگه ما حالا رفته بودیم پرزنت کرده بودیم و بهشون داشتیم جنس میدادیم مغازه مطرحشو و یه طوری شده بود که ما خب 17 شهریور مشهد، بازار 17 شهریور مشهد، ما یه سری جنسای دم دستی و یک سری حالا جنسایی که رونده بازار بود خب از اونجا تهیه می‌کردیم. یه طوری شده بود که دیگه تهاتر می‌کردیم، در واقع می‌رفتیم این اجناس رو می‌دادیم، این لباس‌ها رو می‌دادیم به ازاش کالایی که حالا نیاز داشتیم و فروش داشتیم رو می‌رفتیم تحویل می‌گرفتیم. و این به اینجا ختم نشد. ما حتی یه طوری شد که من تهران یه تولیدی رو پیدا کرده بودم که میرفت از روی ژورنال‌های ترکیه لباس درست میکرد، حالا با جنس جودون و تریکو اینها میرفت در واقع کپی میزد اون لباسا رو. قیمت 1/5. خب من با این شرکت کار کردم و مغازه های لوکس مشهد که حالا دوستانی که اومدن مشهد سمت میدون جانباز، پروما و حالا مجموع اقتصادی که اونجاست، پاساژ اقتصادی که اونجا هست، رفتم اونجا و
حتی به مغازه‌های لوکس این جنس ها رو دادم و بهشون میگفتم که اینها کپی ایرانی هست، یعنی کیفیت خیلی خوب، کیفیت بالاست و طبق ژورنال‌های ترکیه داره تولید میشه. حتی مغازه‌های لوکس رو هم من رفتم و بهشون جنس دادم. و یه نقطه دیگه رسیده بودم، چون از اون طرف دیگه خب زندگی خودم هم رسیده بود به نقطه‌ای که من انتهای مسیر تحصیلی و دانشگاه بودم، داشتم مدرک عمرانم رو میگرفتم و از طرف دیگه دوست داشتم که یک کاری داشته باشم که یه مقدار پرپرستیژتر باشه، یه مقداری اون دیسیپلین بالاتری باشه نسبت به این کاری که الان دارم انجام میدم. و این شد که بخوام وارد یک مسیر دیگه ای بشم.